فصل اول، نگاهی به مفهوم زندگی و واقعیت‌های آن. در نهایت آرامش، بی توجه به آنچه هستیم و یا آنچه فکر می‌کنیم هستیم پیش می‌رود. همیشه همین بوده است و همین گونه هم خواهد بود. زندگی بی تفاوت‌ترین جریانی است که در حال تجربه‌اش هستیم. بی تفاوت به حال ما و موقعیت ما پیش می‌رود. زندگی تمام آن چیزی است که نمرده است. زندگی در مقابل مرگ و نیستی قرار می‌گیرد و اشاره به هستی ممتد دارد که همچنان زندگی را تجربه می‌کند. زندگی جریانی است که همراه با ما زاده می‌شود و روزی که می‌میریم ما را ترک خواهد کرد. این جریان از همان ابتدا باعث رشد ما می شود. تا سن بلوغ هم به رشد جسمی و هم به رشد روانی ما کمک می کند و پس از آن رشد تنها در بعد روان می تواند ادامه پیدا کند. البته اگر با این رشد همراه شویم و از تجربه پنهان این رشد نترسیم. زندگی شبیه جریانی مستقل از ماست که انتخاب می‌کنیم به آن وصل شویم یا مدام در حال انکارش باشیم. در نهایت زندگی در درون و بیرون از ما فارغ از تمام برداشت‌ها و رفتارهایمان به جریان خود ادامه می‌دهد. هر کدام از ما به نوعی رابطه‌ای با جریان زندگی داریم و این رابطه سرمنشأ ارتباط‌های ما با خودمان و دیگران است. برای درک هرچه بیشتر رابطه‌هایمان باید از دل عمیق‌ترین و بعضاً سخت‌ترین واقعیت‌های زندگی گذر کنیم. پذیرش و فهم حقایقی که در مورد جریان زندگی وجود دارد قطعاً جهانبینی ما را نسبت به آدم‌ها و روابطمان تغییر می‌دهد. در این فصل در مورد واقعیت‌های صحبت می‌کنیم که پذیرش آنها می‌تواند روند رشد روانی ما را سرعت ببخشد و آگاهی ما را بیشتر کند. واقعیت‌هایی در مورد زندگی. دنیا مکانی ناامید کننده برای کودکان است. در دنیای کودک همه چیز شبیه یک آرزوست و هرچه آرزو کند باید برآورده شود. پس منتظر می شود تا شخصی آرزویش را برآورده کند. او به معجزه و دستهای پنهان اعتقاد دارد و از همه کس و همه چیز انتظار دارد. کودک می نوازد و دنیا باید برقصد. دنیای واقعی هیچ وقت شبیه تصویری که کودک توقع دارد نیست. دنیای واقعی نمی رقصد. نه به ساز ما، نه به ساز خودش. دنیا می گذرد هر لحظه و هر ثانیه. دنیا برای لحظه هم توقف ندارد. بهتر است اگر بیش از 20 سال سن داریم سریعتر بزرگسالیمان را ببینیم و وارد دنیای واقعی شویم. بهتر است نقش کودک بودن و انتظارهای کودکانه را سریعتر کنار بگذاریم، چون این نقش مدت هاست که ما را زخمی کرده است و حواسمان نیست. کودک بودن زمانی که کودک هستیم شبیه یک زره محافظ عمل می‌کند. این زره آرام آرام ما را با دنیای واقعی آشنا می‌کند. دنیایی که خیلی دلپذیر و ارضا کننده برای یک کودک نیست. پس وقتی بزرگتر میشویم و آماده دیدن دنیای واقعی، این زره را باید از تن درآوریم. دوران کودکی تمام می شود. فرد آماده می شود که پا به دنیای بزرگسالان بگذارد و هرچه بیشتر این زره را به تن داشته باشد بیشتر آسیب می بیند. زرهی که قبل ترها به ما کمک می کرد تا با دردهایی روبرو شویم و با دنیای واقعی کنار بیاییم، حالا خود درد دیگری شده است. زرهی تنگ، کوچک و غیر منطقی که لحظه ای نمی تواند بدون آسیب به ما در کنارمان باقی بماند. ماندن در نقش کودک همیشه ما را ناامید می کند. آدم ها وقتی قرار نیست کنار ما باقی بمانند خیلی سیاه و بد به نظر می رسند.
خشمهایمان به صورت غیر منطقی زیادتر می شود، چون در دنیای واقعی اتفاقاتی می افتد که کودک نمی تواند درکشان کند. در نتیجه عصبانی و کلافه می شود. در نقش کودک بودن مدام ما را به این سوال می رساند: آخر چرا؟ چرا من؟ چرایی وجود ندارد. در دنیای بزرگسالان فرصتی برای غر زدن وجود ندارد. در دنیای بزرگسالان قرار نیست همه خوب و دوست داشتنی باشند و قرار نیست از هر کس و موقعیتی که شبیه به ما نیست متنفر شویم. در دنیای بزرگسالان سیاه و سفیدی وجود ندارد. هیچ چیز مطلق نیست. همه چیز ممکن است روی دهد و قرار نیست شبیه فیلم های قدیمی آدم های بد شکل خاصی داشته باشند. در دنیای واقعی مفاهیم نمی توانند مطلق باشند. درست چیست؟ غلط چیست؟ بد چیست؟ خوب چیست؟ در این دنیا باید تلاش کنیم. پای تصمیم هایی که گرفتیم بایستیم و هر روز با شگفتی هایی که دنیا به ما نشان می دهد همراه شویم. در این تلاش های پیچیده احساس زندگی در جریان است. برای یک بزرگسال مدت هاست که نجات دهنده در گور خفته. بهتر است اجازه دهیم فعلا خفته باشد تا برویم و بدون رویا و توهم دنیا را کشف کنیم. وقتی ما نگاهی کودکانه به زندگی داشته باشیم رنجیده می شویم و ساده انگارانه با دنیا برخورد می کنیم، در صورتی که پذیرش زندگی به نگاهی بالغ، پخته و عمیق احتیاج دارد. درد و رنج بخشی از زندگی است. رنج از 3 جهت ما را تهدید می کند. از طریق جسم که می دانیم از دستش می دهیم و روزی نابود می شود. از طریق جهان بیرون که می دانیم نیرویست خارج از کنترل ما و غیر قابل پیش بینی و این موضوع ما را به شدت می ترساند. و از طریق روابط ما با دیگران. این رنج شاید بزرگترین و سخت‌ترین نوع رنج باشد. ما آدم‌های تبدیل کردن دردها به رنج‌های چند ساله‌ایم. این جمله که انسان‌ها رنج می‌دهند و زندگی رنج است، جمله دقیق و منطبق با واقعیت نیست. حقیقت این است که ما درد را حس می‌کنیم. زندگی می‌تواند دردآور باشد، اما رنج نتیجه فرار ما از حس کردن درد است. درد دقیقاً آن چیزی است که مخالف میل ما باشد. میل به داشتن چیزی که نمی‌توانیم داشته باشیم. مثلا ما میل داریم که همه آدم‌ها با ما خوب باشند و از ما خوششان بیاید و این اتفاق نمی‌افتد و این دردناک است. ما میل داریم که جوان بمانیم، اما این همیشگی نیست. یا میل داریم که تنها نباشیم ولی اکنون تنهاییم. در واقع چیزی که میل ما نباشد درد است. چیزی که اکنون میخواهیم ولی دنیا آنطور که ما دوست داریم پاسخ نمیدهد دردناک است و اسم این مواجهه با واقعیت و تعارضش با میل ما درد نام دارد و ما همیشه در معرض این درد هستیم. اما روشی که ما به درد پاسخ میدهیم همیشه درست نیست. ما گاهی درد را به رنج عمیق و طولانی تبدیل میکنیم و از حس کردن دوباره زندگی فاصله میگیریم و فکر میکنیم زندگی چیزی جز رنج کشیدن نیست. شخصی که رابطه‌اش تمام شده است درد را حس میکند، اما میتواند تصمیم بگیرد و آن را به رنجی بی پایان تبدیل کند. و عجیب است که انگار در رنج بودن برای ما آشناتر است. رنج ها در واقع روش های شخصی هستند که بتوانیم برای خودمان وقت بخریم که از واقعیتی دردناک دور باشیم. پس رنج چیزی جز فرار ما از رویارویی با دردی که به آن مبتلا هستیم نیست. فردی که چندین رابطه‌ای به زعم خود عاشقانه را پیش میبرد خود را در رنجی عمیق قرار میدهد، چون نمیخواهد با این درد روبرو شود که چقدر از صمیمیت درست میترسد یا چقدر در مقابل نه گفتن
ناتوان است و یا چقدر منفعلانه تن به رابطه هایی می دهد که پایدار نیستند. تمام شدن ها دردناک هستند و دیدن حقیقت ها در خودمان هم دردناک است. مثلا اندوهگین شدن در مقابل هر نوع از دست دادنی درد است. اندوه را حس کردن دردناک است، اما اندوه را زندانی کردن و حس کردنش را به تعویق انداختن رنج است و این به تعویق انداختن برای هر فرد روش شخصی و متفاوت دارد. تنها یک راه ما را در زندگی به جلو میبرد: پذیرش درد و رد شدن از آن. در واقع پس از فهم احساسهایمان است که التیام از درون شروع می شود و صبح روز بعد ما دلایل دیگری پیدا خواهیم کرد که به زندگی بار دیگر اطمینان کنیم و وارد جریان آن شویم. تنهایی بخشی از زندگی است. تنهایی شبیه انسانی نامرئی است که در کنار ما و شانه به شانه ما همراهمان می‌آید. شبیه فردی است که همیشه حضور دارد اما دیده نمی شود. حس می شود اما همیشه پررنگ نیست. هست اما ترجیح می دهیم که فکر کنیم نیست. تنهایی بخشی از ماست، بخشی از وجود ما که با آن به دنیا آمدیم. فرار ما از تنهایی شبیه فرار از خودمان است. شبیه به این است که می خواهیم بخشی از بدنمان را نپذیریم، چون دیدن و لمس کردن و حس کردنش درد آور است. فقط کافی است روزی مجبور شویم با آن بخش دردآور مواجه شویم. آن روز غمگینی خواهد بود، اما پس از آن پذیرش شروع می شود و زمانی که درد را پذیرفتیم، درد شبیه به جریانی بیدار کننده در ما میچرخد و از بدنمان بیرون میزند و ما تغییر را حس خواهیم کرد. زندگی با ما همین کار را خواهد کرد. زندگی گاهی ما را در تجربه های قرار می دهد که مجبور می شویم تا حدودی با آن بخش نامرئی ارتباط برقرار کنیم. و زمانی که تنهایی را به عنوان بخشی از خودمان حس کنیم، شفا شروع می شود. شفا در لغت به معنای تندرستی و بهبود از مرض است. شاید مرض تمام آن رفتارهایی است که ما را از پذیرش و رها کردن دور می کند. ما هر از گاهی احتیاج داریم که با اتفاقهایی برخورد کنیم تا به آدمی توجه کنیم که در کنار ما ایستاده است و مدام می خواهیم انکارش کنیم. و زندگی بسیار زیبا ما را در معرض تجربه ها قرار می دهد. تجربه هایی مملو از روبرو شدن با تنهایی. زندگی راه دیگری ندارد که مرض را از ما دور کند و ما راه دیگری برای روبرو شدن با درد نداریم. اجبارها و اتفاقها ما را آرام آرام با تنهایی رو در رو می کند و فقط کافی است کمی صبورتر از قبل با این بخش نامرئی ارتباط برقرار کنیم. زمانی که با تنهایی ما دوست شویم در میابیم نوع ارتباط برقرار کردنمان با آدم ها تغییر می کند. وقتی از تنهاییمان فرار نمی کنیم دیگر نیاز نداریم به آدم ها پناه ببریم. حالا رابطه هایمان رنگ و بوی نیاز و خواهش ندارد. طعم ترس از دست دادن ندارد و قرار نیست آدم ها شبیه توقعها و آرزوهای ما شوند. حالا آدم ها را میبینیم، تنهایی آدم ها را هم میبینیم و دست در دست تنهایی خودمان در کنار دنیای زیبای آدم های دیگر قدم میزنیم و هر از گاهی به خودمان افتخار میکنیم که جایی در مسیر زندگیمان تنهاییمان را دیدیم و طردش نکردیم. بدن ما برای همین زندگی طراحی شده است. کم تجربه تر که هستیم فکر میکنیم آرزوها و هیجانهایمان بالهای نامرئی هستند که به ما کمک میکنند پرواز کنیم، که اوج بگیریم و از دردها و ناهمواری‌های زندگی رد شویم.
گاهی آرزوهایمان به ما قدرت پرواز می‌دهند و گاهی عاشق شدن‌های یواشکی. کمی که زندگی به پیش می‌رود، انگار برای پرواز به چیزی بیشتر از آرزوها و هیجان‌هایمان نیاز داریم. ما انتظار داریم کسی باشد، چیزی و یا نیرویی فراتر از ما تا به ما پرواز را بیاموزد. پرواز از فراز دردها و رنجها. حقیقت این است که قصه پرواز یک قصه قدیمی شکست خورده است. پرواز هیچگاه برای ما نبوده و نخواهد بود. پرواز داستان پرندگان است. ما آدم‌هایی هستیم که بر روی پاهایمان راه می‌رویم و دنیا رو با دست‌هایمان لمس می‌کنیم. داستان ما دیدن و حس کردن و لمس کردن است با همین بدن و همین ذهن. ما همه چیز رو سریع می‌خواهیم و همین علت مشتاق بالدار شدن هستیم تا سریع‌تر گذر کنیم. پرواز از موقعیتی که سخت است، از رابطه‌ای که به بنبست رسیده و از دردی که اکنون در زندگیمان به وجود آمده. ما سریع‌ترین ها را اختراع می‌کنیم تا رد شویم و فقط به مقصد برسیم. سریع‌ترین اتومبیل، سریع‌ترین هواپیما، سریع‌ترین اینترنت و سریع‌ترین راه به دست آوردن. حقیقت این است که هیچ پروازی به ما کمک نخواهد کرد که دردهایمان کمتر شد. ما باید با پاهایمان، با چشمهایمان و با دستهایمان هر آنچه هست را تجربه کنیم. عشق یا درد، مهر یا رنج. فقط با همین بدنی که در اختیارمان است می توانیم از دردها رد شویم. برای گذر از هر شرایطی لمس آن شرایط اولین قدم است. اگر گذر کردن را یاد بگیریم، آرام آرام متوجه می شویم به پرواز احتیاج نداریم. تمام آنچه نیاز داریم یک نزدیکی عمیق است. نزدیکی به بدنمان و درونمان. وقتی به درونمان نزدیک شویم، از پرواز بی‌نیاز می شویم. با بدنی که هنوز زنده است و اکنونی که در اختیار ماست گذر خواهیم کرد. آرام باشیم و صبور. ما برای همین دنیا طراحی شده ایم. به پرواز هیچ نیازی نیست.